السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و بینندگان کانال سوال و جواب، از الله تعالی براتان عمری با برکت و زندگی با سعادت میخواهم. همیشه در حفظ الله تعالی بوده باشید. میخواهم مطلبی را حضورتان عرض کنم. ای که یک مدتی شده نتوانستم به سوالات دینی شما رسیدگی کنم و همچنان تا یک مدتی بعدی هم نمیتوانم به این سوالا رسیدگی کنم، چون بعضی مصروفیت های سختی برام پیش شده. از جمله امسال سال اخیری من است در مرحله دکترا دانشگاه و معلوم است که در این مرحله باید یک کتاب یا اینکه رساله علمی و زبان عربی میگن یا به فارسی پایان نامه میگن، باید همون پایان نامه یا کتاب خودم تمام کنم، برای دانشگاه پیش کنم. در این مدت سخت مصروفی همون کتاب و آماده کردن از او برای دانشگاه می باشم و همچنان مصروفی حلقه حفظ قرآن کریم. بنابراین اعذار نتوانستم به سوالات شما رسیدگی کنم. از شما جدا معذرت می خواهم. ای که باید سوالات دینی شما چیزی از سوالای مهم جواب برش ارائه می شد. متاسفم زیاد. به هر صورت از شما دعا می خواهم، در حق من دعا کنید و در حق همه مسلمان ها و در حق پدر و مادر و تمام گذشتگان مسلمان که الله تعالی ما را در مرحله اول مغفرت کنه و رحم بالا من داشته باشه و همچنان الله تعالی ایام بعدی را که در زندگی بر ما نصیب میکنه در این روزها بتوانیم زندگی خود با معیار کتاب و سنت و در چوکات دین اسلام زندگی خود برابر کنیم و اگر ما از دنیا میریم الله تعالی ما را به کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله از دنیا ببرد و آخری زندگی ما در دنیا به کلمه اسلام و به دین اسلام بوده باشه و در هر جایی که هستید خوش و خوشوقت بوده باشید و از الله تعالی براتان صحت و سلامتی و عافیت را میخواهم. در حفظ الله تعالی بوده باشید.